امروز روزی قر هست. یکمین روزی ایام تشریق است. روزی گذشته روزی اضحی بود، روزی عید قربان بود و امروز روزی اولی ایام تشریق است که به نام قر نامیده شده است. قر یعنی روزی که حاجی ها در مینا قرار می گیرند. والذی یلیه یوم الفر، روزی نوبتی یعنی فردا روزی فر نام دارد. فر یعنی روزی گریز. حاجی ها بعد سنگ پرتافتن می گریزند از مینا تا اینکه تا غروب آفتاب از حدود مینا بیرون برآیند. و روزی سیوم ایام تشریق روزی نفر دوم است. روزی یعنی گریختن دوم. عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. عبد الله بن قرط رضی الله عنه میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند که از همه بزرگترین روزها در نزد الله تعالی روزی نحر است، روزی قربانی هست. ثم یوم القر، سپس روزی قر یعنی بعد قربانی. این روزها روزهای بزرگ است، شاید در اجر و ثواب نهایت عظیم باشد، خیلی که بعضی علما رحمت الله علیه اشاره کردند و گفتند که بسیار آدم ها در این روزها در غفلت هستند، فکر میکنند که عبادت تمام شد دیگه، امروز روزی پر استراحت فکر میکنند، دو غافل میمونند از این فضیلت این روزی بزرگ. و امروز روزی قر یعنی پیامبر علیه السلام گفتند که بزرگترین روز در نزد الله تعالی روزی نحر است، سپس روزی قر یعنی بعد عید. امروز بعد عید یکم روز است. روایت احمد و ابو داود با سند صحیح. وعن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل أيام التشريق ذبح. جبير بن مطعم رضی الله عنه از پیامبر علیه السلام روایت کردند که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که تمام روزهای تشریق روزهای ذبح است. یعنی روزی ذبح فقط روز اولی عید قربان نیست. کسانی که دین نتوانستند میتونن امروز، فردا، پس فردا، یعنی در ایام تشریق میتوند قربانی کند. ایام تشریق همش ایام ذبح هست گفتند. روایت امام احمد. حدیث صحیح لغیره. این حدیث شعیب ارناؤوط میگن که حدیثی صحیح است. در کتاب نصب الرایه آمده است که زیلعی میگن که هو حسن بطرقه. این حدیث با مجموع طرقش حسن است، یعنی مقبول است. تمام ایام تشریق ایام ذبح است، یعنی غیر از اینکه دین روزی قربان بود، امروز هم روزی قربان هست. یعنی کسی امکانیتی دین قربانی کردن نداشت یا دین قیمتی کرد، امروز میتواند قربانی کند. و عن نبیشة الهذلی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب، رواه مسلم. نبیشه هذلی میگوید که پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین فرمودند: روزهای تشریق روزهای خوردن و نوشیدن است. یعنی این روزها روزه گرفتن منع است، برای آنکه روزهای عید است. با وجود اینکه روز عید است، روزی بزرگ است، روز عبادت است. عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم عرفه و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اهل الاسلام و هی ایام اکل و شرب. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث فرمودند که روز عرفه، روز نحر یعنی روز عید و ایام تشریق، اینها عید اهل اسلام است و اینها روزهای خوردن و نوشیدن است. غیر عرفه برای غیر حاجی ها، اما برای حاجی ها روز عرفه هم روز عید است، چون که روز خوردن و نوشیدن است. روایت ابو داود، نسائی، ترمذی
و شیخ ناصر هم حدیث را صحیح گفتند. و روایت دیگر از همین نبیشه آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الا و ان هذه الایام ایام اکل و شرب و ذکر الله عز وجل. این روایت یک جمله اضافگی دارد. روزهای مینا، ایام تشریق، روزهای خوردن و نوشیدن و روزهای ذکر الله است.